مهمانای خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی صلی الله علیه و سلم، پیش از آغاز صحبت اولا همه شما را به این روز مبارک، بهترین روزهای هفته، روز جمعه، تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار برای حیات شما و برای کار و بار شما در این هفته آینده از پروردگار وقت سعادت و برکات خواهانم و پروردگار قدمهای از راههای دور و نزدیک رنج فرموده شما را اجر جزیل و ثواب بزرگ عطا فرماید و در خاندان یکایک شما پروردگار همیشه شادی و پیروی قرآن و سنت برای فرزندانتان نصیب گرداند. در جمعه گذشته با شما وعده کرده بودم که انشاءالله اگر خدا به من مهلت دهد با شما باز از بالای این منبر پیغمبر بزرگوار روبرو شوم، صحبت در باب قیام لیل و نماز دل شب و خصوصا نماز خفتن و بامداد که در این روزها و در این شبها اکثر مسجدها از نمازگزار در نماز خفتن و بامداد خالی هستند از سبب کوتاهی شبها و خسته شدن بندگان خدا. خب صحبت میکنم و الحمدلله این ساعت به من دست داد و با شما عاشقان مدرسه محمدی و خصوصا دوستداران نماز دل شب روبرو هستیم. انشاءالله به قدر گنجایش وقت و به قدر دانش ناکرایی خود با شما در فضیلت نماز شب و در فضیلت نماز جماعت برای خفتن و بامداد شخصا خصوصا موعظه میکنم و درس میگویم و امید دارم که از این درسی بیان کردی من، از این صحبتی اعراض کردی من، شمایان یک عبرت، یک فایده میگیرید ولا اقل سبب اشتراک کردن شما در نمازهای جماعت، در نماز خفتن و بامداد می شود. این هم برای من سعادت بزرگ است و هم برای شما عزیزان. سوالهای بسیاری هم در جمعه گذشته به من وارد شده است، خصوصا از خواهران اسلامی و از شمایان، و بسیار از من تکلیف کردید شما که ساعت 11 برای صحبت شروع کنید. اکنون این در طاقت من نیست، زیرا که همین یک ساعت هم برای من خیلی وزنین است، خصوصا در این جمعه که گلوهای من خسته شدگی است، درمند است. انشاءالله از این یک ساعتی که شما بهره میگیرید، علم حاصل میکنید، با آن عمل کنید، گمان میکنم که برای شما کفایت میکند. حالا من گمان دارم این یگانه مسجد است که یک ساعت فقط صحبت میشود
در دیگر مسجدها از شنیدی من نیم ساعت خواه زایدتر و خواه کمتر صحبت است و خلاص. یکی انشاءالله امید داریم شاید در آینده باز این خواهش شما را اجرا کنم. الحمد لله رب العالمین یا ربی، هزاران هزاران حمد و ثنا تو را ای آفریدگار، ای بهترینی فریاد رسا، ای ذاتی که ما را آفریدی و برای زندگانی ما در این حیات دنیا همه شرایط نعمتهای مادی و معنوی مهیا ساختی و برای راهنمایی ما و برای شناسا گرداندن ما با ذات یکتایت پیغمبران خدا فرستادی و در هر عصر و زمان عالمها و داعیها را وظیفه دار کردی و درود بی نهایت به پیغمبر بزرگوار باد کی معلم اول بشریت و اخلاق آموز جامعی انسانی پیغمبر هستند که فقط و فقط برای شناسا گردانیدن بندگان به خدایشان و برای از اخلاق رذیله، از اخلاق حیوانی خلاص کردن بندگان خدا کوشش و همت خدا روانه کردند. خدایا درود و صلوات بر روح این پیغمبری مهربان نازل باد. پروردگارا ما را از خواب غافلانه بیدار گردان و ما را در این دنیا از پیروانی دین مقدس اسلام و از اجرا کنندگان شریعت پیغمبرت گردان. خدایا ما را در روز قیامت با شفاعت پیغمبر بزرگوار داخل جنت جاودانیت گردان. خدایا این چشمهای پرگناه ما را از دیدن جمال به مثل مانند پروردگارا در جنت الفردوس نصیب گردان. خدایا به حرمت این لحظه های نزول رحمت بیمارای اهل اسلام و خصوصا بیمارانی که در این محفل شرکت دارند خدایا شفای عاجل و کامل نصیب گردان. پروردگارا بندگان تو عاشقان این مدرسه که امروزها به سوی شهرهای دور سفر دارند برای کار و بار زندگیشان، پروردگارا اونها را سلامت نگه دار و بعد از انجام سفر باز به خاندانشان با دست پر بازگردان. آمین آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا
وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله يوم القيامة أقواما من قبورهم في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم. قال الحبيب محمد: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون لذكر الله. رواه ابو داود. پیغمبر بزرگوار میگه روز قیامت پروردگار یک گروه از بندگان خود از خاک میخیزاند در حالی که رویهای اونها مانند ماه شب 14 زیبا جلا میدهند از زیباگی، از خوشرویی. لباسهای اونها از زیباگی و خوشرویی روشنایی میدهند. بالای تختهای از لؤلؤ، از سنگهای قیمت بها که امروز او را بریلانت میگویند، از تختهایی که ساخته شده از سنگهای قیمت بها زینت داده شده نشستگی می باشد. بالای این تختهایی که سنگهای قیمتی او چشم خیره میکند جلاش، انسانهای نشستی‌اند که خداشان مانند ماه 14 خوشرو، لباسهای زیبا در بر. تمام اهل محشر، تمام اهل عرصات به حال اونها حسرت میخورند، به حال اونها ذوق میبرند که خدایا اینا کیانند؟ خدایا این زیبا و این در نزد تو صاحب احترام و حرمت بدگی کیا هست؟ شاید پیغمبرای تو هست، شاید همون بندگانی که در راه رواج دین تو، در راه اعلاء کلمت الله جان بازی ایستادیان، مانند فلسطین و عراق همونها، مانند در افغانستان همین شهدا. پروردگار میگه نه، اینا این شهدا نیستند، اینا پیغمبران نیستند. خدایا وقتی که اینا پیغمبر نباشند، اینا شهید، این شهدا در پیشگاه تو چه قدری دیگری دارند، چه مقام بلنده دارند؟ اینا کیا؟ اعرابی نشسته بود، از جای خود خیست، دو زانوی ادب زد، گفت یا رسول الله به من بگو، به ما بگو که اینا کیانند، ما اینا رو بشناسیم، شاید ما هم مانند اونها کار کنیم که به این مکافات نائل شویم، به این درجات رسیم. بگو. پیغمبر بزرگوار چی گفتن؟ هم المتحابون فی الله، اینها همون بندگانی هستند که در دنیا یکدیگر برای خدا دوست می داشتند، از شهرهای گوناگون، از ناحیه‌های گوناگون، از قشلاق‌های گوناگون، از قبیله‌های گوناگون بودند.
اما در مسجد جمع می شدند برای شنیدن کلام خدا، در مسجد جمع می شدند برای ادای نماز جمعه، در مسجد جمع می شدند برای تلاوت کلام خدا. ببینید عزیزان من، امید دارم که پروردگار ما و شما را، که من میدانم شما اکثر شما از ناحیه های خیلی دوردسته، اکثر شما برای آمدن این مسجد شاید ساعت راه پیموده، شاید خراجات کرده. امید دارم که پروردگار شما را از این مکافات، از این درجات، از این تخته های زیبای بهشت با نصیب گرداند. آمین. نماز تهجد، نماز شب برای پیغمبر بزرگوار فرض بود تا لحظه های آخر حیاتشان، و برای امت این سنت است، زیرا که هر یک فرد امت، خواه مرد و خواه زن، خواه جوان و خواه پیر، خواه اهل علم و خواه بی علم، ما مخاطب هستیم، ما وظیفه‌دار هستیم از جانب پروردگار خود که باید به پیغمبر بزرگوار خود متابعت کنیم. قرآن به ما این سفارش داده است. از این سبب نماز شب برای هر یک امت لازمی است. امتی که میخواهد در پیشگاه خدا قدری بلند پیدا کند، میخواهد در پیشگاه خدا سربلند باشد، باید قیام لیل داشته باشد. بنابراین عزیزان من، این نماز قیام لیل، نماز تهجد، نماز پیش از صبح فقط برای ایشانها نیست، فقط برای کسانی که میرن در ایشانها بیعت میکنن برای اونها نیست. عزیزان من، پیغمبر ما پیر ماست، پیغمبر ما ایشان ماست، پیغمبر ما استاد ماست. او به ما توصیه کرده است، او به ما سفارش داده است، او به ما وظیفه داده است. نماز شب، نماز تهجد. قرآن در آیه های فراوانی خود بندگانی را که در دل شب پیش از صبح میخیزند عبادت میکنند مدح میکند، ستایش میکند. مانند که آیه که الان از سوره زمر خواندیم، خدا میگوید هیچگاه برابر نیستند او بندگانی که در دل شب ساعت 1 یا 2 میخیزند یا 3 میخیزند، لحظه ها در قیام می ایستند، لحظه ها در سجده سر میگذارند، با عظمتی و بزرگی من یاد میکنند، از عذاب من ترسانند، از رحمت من امیدوارند. هیچگاه اینها برابر نیستند با کسانی که وقتی صبح از خواب بیدار میشوند. این آیه کریمه عزیزان من داور است، به اصطلاح امروزه گوییم سودیه هست که بندگان شب زنده داره، بندگان تهجد خانه مقام و مرتبه از بندگانی که نماز تهجد نمیخوانند فرق میکنند. و این چنین بندگانی که نماز بامداد در مسجد با جماعت میخوانند از کسانی که نماز بامداد در خانه میخوانند فرق میکنند. و این چنین کسانی را که نماز بامداد میخوانند و در خانه میخوانند از کسانی که بالکل نماز نمیخوانند فرق میکنند. انما یتذکر اولو الالباب. خدا میگه صاحبان عقل، صاحبان دانش میفهمند که هیچگاه اینها برابر نیستند. پروردگار در قرآن بندگانی خاص خدا، بندگانی که برای اونها جنت آماده کرده است با همه زیباگی هاش، وصف میکند به چی؟
به این که میگوید کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. عاشقان من، پروردگار میگوید، بهشت خواهان کسانی هستند که حصه کمی از شب خواب میکنند و سحریا پیش از دمیدن صبح روی نیاز به پروردگار میکنند و دست حاجت به سوی خدای خود میبردارند، برای کمبودی های کردگیشان آمرزش طلب میکنند، حاجت خود از پروردگارشان طلب میکنند. روز قیامت که همه در پیشگاه پروردگار حاضر میشویم، از اول تا آخر چقدر انسان هست جمع میشود. این حدیث اسما بنت یزید روایت میکنند از جانب پروردگار یک ملائکه ندای میکند، فریاد بلند میکند، صدای بلند میکند، بصوت یسمع الخلائق، با آوازی که تمام اهل محشر این صدا رو میشنوند. او در این صدای خود چی میگوید؟ عزیزان من چی میگوید؟ او میگوید سیعلم الناس اليوم من اهل الكرم. امروز برای تمام بندگان خدا معلوم می شود که کی در پیشگاه خدا صاحب مکافات بلند است، کی در پیشگاه خدا صاحب قدر بلند است. الان معلوم می شود. همه حیرانند که اینا کیا باشند. شاید یک روی خط اونها نام اونها خوانده شود. شاید آن روز هم تبلاهای کلان پروردگار سازد در پیشتاق تبلا نام اینها براید، آنده که امروز ها میبرد. همه با چشم امید نگاه میکنن که این بندگان صاحب مرتبه کیا باشند. در این وقت همون ملائکه باز فریاد میکرده است بعد از سفارش پروردگار رسیدند لیکم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میگفتند از بین اینها جدا شوید، ای کسانی که شما در دل شب از کرفه های گرم خود میخستید. ساعت 3 بود شما از خواب گرم میخستید، از کرفه ملایم خود میخستید، طهارت بکردید، بالای جای نماز آمده به پروردگار خود مناجات بکردید. یدعون ربهم، خدای خود در او دل شب با نیایش با التجا میخواندید، از رحمت او امیدوار بودید، از عذاب او میترسیدید، پناه میگرفتید. شما فیضید. الله ببین شب زنده دارا را، نماز تهجد میخواندگی ها را پروردگار از بین عرصات قیامت از بین بندگان جدا میکند. اینها را اول به بهشت میدرد، بعد از آن حساب و کتاب به دیگران شروع میشود. جمعی بودم این جوانی از من پرسید که من نماز شب دارم. او خود جوانی خواب 21 خواب 23 ساله بود، خدا میداند. درباره نماز شب دل شب از من پرسید. خیلی من خوشحال شدم الحمدلله که در بین جوانای امروزی ما هم عاشقان نماز شب هستند. دل شب وقتی نزدیک شدنی بنده با پروردگارش است.
لحظه های اجابت دعاست. دل شب وقتی است که بین بنده و بین پروردگار دیگر هیچ پرده، هیچ مانعه نیست، همه مانعه ها برداشته می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ینزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء الدنیا حين یبقى ثلث اللیل الاخیر. پروردگار هر شب با رحمت خود به آسمان دنیا تجلی می کند. ملائکه های مخصوص خود به زمین می فرستد وقتی که پیش از صبح 1 ساعت وقت باقی مونده باشد. چی می گوید؟ فیقول من یدعونی فاستجیب له و من یستغفرنی فاغفر له و من یسألنی فاعطیه. کی است از بندگان من که در این دل شب از من سؤال کند، حاجت سے طلب کند، من حاجت سے برارم. کی است از بندگان من در این دل شب، در این جای خلوت و تنهایی آب دیده ریزد و از من برای گناههای کردگیش آمرزش خواهد، من گناهش گذرم. کی است از بندگان من که در این دل شب دعا کند، من دعای او را اجابت کنم. سحرگاهان هجوم بحر رحمت موجها دارد. سحرگاهان هجوم بحر رحمت موجها دارد. طلب بر شستن روی سیاه زم بحر غفران کن. عزیزان من، دریای رحمت پروردگار پیش از صبح در تلاطم است، در جوش و خروش است که بندگان خدا میتوانند با اندک نالش، با اندک آه، با اندک تولا گناههای چند ساله خود شویند. طلب سحرگاهان هجوم بحر رحمت موجها دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان قیام لیل داشتند که پاهای مبارک ورم کرد. پاهاشان ورم کرد. قیام لیل حضرت مانند قیام لیل امروز ما و ایشانا نبود. صحابه های رسول اکرم میگن پیغمبر خدا در نماز تهجد سوره بقره میخواند، سوره آل عمران میخواند. پاهاشان ورم کرد. حتی بعض صحابه میگن از درازی قیام پیغمبر ما نمیتانستیم راست استیم، ما می نشستیم. الله الله. آره عزیزان من، نماز شب نماز عاشقاست. نماز شب نماز بندگانی خالص پروردگار است. نماز شب نماز است که در او ریا نیست، در او نشاندهی نیست، در او تکبری نیست. نماز است که بنده در جای خلوت، در جای تنها میخواند از چشم مردم پنهان، غیر از خودش و پروردگار کسی شاهد نیست. از این لحاظ پروردگار مکافات این نماز هم در بهشت نعمتهای کرده است که نه کسی اونها را دیده است و نه به خیال کسی گذشته است. در دوام آیت پروردگار در سوره سجده چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما
رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. برای این بندگان شبخیز خدا میگه من چیزهای آماده کردم در بهشت، چی از خوراکی ها، چی از پوشاکی ها، چی از قصرهای زیبا، چی از حورهای بهشتی که نه چشم کسی اونها را دیده است و نه وصف اونها را کسی شنیده است و نه در خیال کسی گذشته است. در حدیث قدسی می فرماید اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. برای بندگان صالح و برای عاشقان شب زنده دارم من در بهشت چیزهای آماده کردم. عزیزان من، نه او جنتی که همه بندگان خدا میدران از خوراکی ها و پوشاکی ها بهره‌مندند، این مکافات اینها از اونها از زمین تا آسمان فرق دارد. شاید خوراکی هایی که اونها دارند از این خوراکی های بهشتی های دیگر از زمین تا آسمان فرق دارد، چه از جهت لذت، چه از جهت رنگ، چه از جهت مزه و خوشبویی. این برای بندگان شب زنده دار است. از این سبب عاشقان الهی شبها خواب نداشتند. حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه همسرشان حکایه میکند و کان حسان اذا آوى الى فراشه یخادعنی کما تخادع المرأة ولدها. میگه شوهر من وقتی که شب در کرپه می در آمد، بعد از خواندن نماز جماعت از مسجد رسول اکرم می آمد، وقتی که در پهلوی من میگه خواب میکرد، حرکت میکرد که زودتر من خواب برد، مانند که مادر چگونه فرزند خود برای خوابانیدنش کوشش میکند، میگه شوهری من کوشش میکرد من خواب برد. وقتی که من خواب میبود یک لحظه پس بیدار میشدم، حلقه خسته بود از کرپاش و شد رحله و قام الى الصلاه، کرپاش جمع کرده در بالای جای نماز راستا بود. اول شب گاه میگه دلم برای او میسوخت، گفتم یا عبدالله رفقا بنفسک، ای دوست خدا آخر که می بجانتم رحم کن، آخر این جسدی تو به تو حق دارد. ای شب دراز که تو خواب نمی کنی. حضرت حسان ابن ثابت آب دیدش میرخ میگفت یا فلان، تو همسر چه نامش میگریفت، عسا لأرقدن رقدة لا اقوم منها زمانا طویل. گفتن ای فلانی تو خاموش باش، شاید گفتن روز من خواب میرو که دیگر به زودی از خواب بیدار نمیشم. حالا مو که در این ایام بیداری من پروردگار خود پرستش کنم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را حکایه بکنم. امام ظفر باتل امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه یوم لیلة عندی. حضرت میگه یک شب نزد من مهمان شد حضرت امام اعظم، وقام كل الليل بآية واحدة. حضرت امام میگه تمام شب با یک آیت تکرارش صبح کردند. یک آیت. حضرت با ما آیت میگرد
آیت همین بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل الساعة موعدهم والساعة ادها و امر. همین آیت میخواندن تکرار به تکرار، گریه میکردن، میگه صبح شد، حضرت نشستن رفتا در قیام، با یک رکعت نماز شب صبح کردن. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه او تو اونها خوف داشتن، او تو اونها از پروردگار خود میترسیدن، او تو اونها نماز شب دوست میداشتن، او تو اونها راز و نیاز با خدای خود دوست میداشتن. از این سب کسانی که پیش از صبح بیدار میشوند، خوشا به حال اونها که پروردگار اونها رو دوست بدارد. عزیزان من، وقتی که این حدیث من در ابن کثیر دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودند: ثلاثه یحبهم الله و یضحک الیهم و یستبشر بهم. سه طایفه آدم پروردگار دوست می داشته است، پروردگار از اونها راضی است، حتی برای اونها با خوشنودی تبسم می کرده است. این کنایه از راضی بودن خداست از این بنده. یکی از اونها کیست؟ رجل له امرأة حسنة و فراش لین حسنة فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته لأجلي. پروردگار یکی از اینها همین شخصی بود است که شب از پهلوی خانم زیبای خود از بالای کرفه های ملایم خود میخیزد، طهارت میکند، بالای جای نماز میبیا میایستد. پروردگار از حال این بندش به ذوق می آمده است. بودن ملائکه‌اش که ببینه بنده من از بحر خواب شیرینش گذشت، از بحر آغوش همسر زیباش گذشت، برای خاطر من بالای جای نماز در رو به قبله راست ایستاده است. شما شاهد باشید من گناه این بنده می گذشتم. خدای شکر. حضرت جنید الله بغدادی که سردار اهل تصوفند، حضرت می گفتن لولا اللیل ما احببت الحیات فی الدنیا. اگر پروردگار شب نمی آفرید، به خدا که من در این دنیا زنده بودن نمی خواستم. من برای خاطر شب در این دنیا می خواهم حیات باشم. با پروردگار خود مناجات میکنم. با آن قدر کراماتی که جنید الله بغدادی داشتند، بعد از وفات ایشان پرسید کسی از مخلصاش، بعد از وفات شد در خوابشان دیدم، پرسیدن ای مولای من، گفتن حالت در پیشگاه خدا چیست؟ چی جواب گفتن؟ جنید الله چی جواب گفتن؟ طاحت العبارات و فنیت الاشارات و ما نفعنی الا رکعات صلیناها فی جوف اللیل. گفتن نه کراماتا بکار رفتو، نه این اشارات تصوف بکار رفتو. بخوشان عزیزا هر حالت دارن اینها، هیچ کدامش بکار نرفت. فقط همون چند رکعت نمازی که در دل شب خواندم، قسم به خدا همون فایده کرد و خلاص. نه جذب و جنونم بکار رفت، نه حلقه هم بکار رفت، نه کرامات هم بکار رفت. همون دو رکعت نماز دل شبم بکار آمد در پیشگاه خدا. اگه در این وقت عزیزان من باز میگردیم برای نماز خفتن و بامداد که اقربه که ساعت الکی رفت.
برای چی اکثر بندگان خدا در این وقت از خواب بیدار نمی شوند؟ اگر کسانی که در این وقت برای نماز بامداد پیشترک از صبح بیدار شوند، اونها چی بندگانی با سعادتی هستند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند، این حدیث بخاری و مسلم است، ابو هریره روایت میکند، یعقد الشیطان على قافیة رأس احدكم ثلاث عقد اذا هو نام. چو امروز بندگان خدا حتی کلان سالا در نماز بامداد مسجد نمی بیان. سببش رسول اکرم میگن وقتی که بنده مومن خواب می رود، شیطان در بالای دماغ او 3 گره محکم میزده است. یضرب علی کل عقده، هر گرهی کردگیش ده، یعنی کنایه از گره، یعنی او را خواب در نظر شیرین میکند، مانند که آدم بندن گره کند دیگه خشک شده نمیتاند. این تشبیه از رسول اکرم تشبیه کلیسیان، یعنی او را بسیار خواب در نظر شیرین میگرداند. چی میگفته؟ علیک لیل طویل فرقد، ای بنده خدا، اوه شب دراز از خواب را، صبح دمید است از آن برآمد، اما شیطان میگه نه خواب را ولی شب دراز است. حالی امام قرائت دراز میکند، آخر چه دیرا میکنی؟ علیک لیل طویل فرقد، اسمالش کردن میگه خارب. رسول اکرم بچه گفتن فین استیقظ، وقتی که این بنده از خواب بیدار شد و الله گوید برای طهارت این حلت عقدتون، یک گره شاده می شود. فین توضع، وقتی که رو طهارت کنه آفتاب رو گیره، این حلت عقدتون، گره دیوم شم کشاده می شود. فین صلا این حلت عقدتون، آمده بالای جای نماز 2 رکعت تهجد خواند یا دیرتر شده باشد سنت خواند، برای مسجد رفتن تیاری بیند، او حلقه دیوم گره دیوم کشاده می شود. حضرت بچه گفتند فاصبح طیب النفس نشیطا، این آدم وقتی که میخیزد بیرون میبرد از خانهش، طبیعتش خرسند، خوشحال، چهرش کشاده، قواقاش، چشماش زیبا، این یک حالت تازگی دارد. و الا اصبح کبیس النفس کسلانه، اما اگر رفت آفتاب برآمده از خواب خیزد، شما بعضی بینمازا را باور کنید، سحری ساعتهای 7 خانهش رو تق تق کنید، برو دیگه چشماش ورم کردگی، روش سیاه شدگی، از دیدنش از دهانش بوی بد میبیاد، از دیدنش آدم ناراحت میشود. رسول اکرم تو او میخیزد در حالی که طبیعتش وزبین، لاحق، روحش تیره، چشماش برم کردگی، یک حالت نفرت آور دارد. این اثری انمون شیطان است. بنابر جوانای خوب، شما کار کنه امروز پیش از 4 بیدار شوی، 3:30 بیدار شوی، خدا خواهد 2 رکعت تهجد میخوانه، شما میتوانه مسجد روی نماز بامدادتان با جماعت خوانید. خوشا به حال بندگانی که در این وقت نماز بامداد و خفتن با جماعت در مسجد میخوانند. پیغمبر بزرگوار میگویند من صلی البردین دخل الجنه، کسی که نماز خفتن با جماعت میخواند، بامداد با جماعت در مسجد میخواند و جنتی است. این حدیث امام بخاری است. کسانی که نماز خفتن و بامداد در مسجد با جماعت میخوانند، خوشا به حال اونها که اونها جمال پروردگار خودشان میبینند، زیرا که صاحب شریعت این مکافات به اونها اعلان کرده است. جریر ابن عبدالله میگوید کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما پیغمبر خدا رو پیشش شیشته بودیم. میگه همان شب 14 بود، ماه میگه در آسمان پره بود، مسجد رسول اکرم مانند روز روشن بود،
حضرت چشم زیبای خود به سوی ماه کشادن و ماهتاب تماشا کردن. چی گفتن؟ انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته. شما گفتن ای امت محمدی، پروردگار خودتان در روز قیامت در جنت میبینه مانند که این ماه دیده ایستاده. حالا در دیدن ما هیچ شک ندارید، همه دیده ایستاده، هم اطراف این چنین هم شما گفتن پروردگار جمال به مثل و مانند شه که بالاترین و نایابترین نعمت بهشت است. شما میبینید. و حضرت چی گفتن؟ فإن استطعتم الا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وعن صلاة قبل غروبها فافعلوا. اگر شما تا گفتن حرکت کنید، این برای ما و شماست. حرکت کنید، گفتند که از شما نماز بامداد و عصر با جماعت فوت نشود، حرکت کنید. یعنی شما اگر این دو نماز در مسجد خانه پروردگار جمال چه شما میبینید. از این سبب صحابه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز بامداد و نماز خفتن به اشتراک نمیکردگی رفیقان خود در حقشان بدگمان میشدن که او منافق است. چرا که این دو نماز وقت راحت است، من خفتن هم وقت خواب است، بامداد هم وقت خواب. فقط این دو نماز کی میتواند خواند؟ همون کسی میتواند خواند که وای به وعده های پروردگار به بهشت و دوزخش ایمان دارد، وای عاشق بهشت است، عاشق جمال پروردگارش است، او میتواند این دو نماز خواند. آره عزیزان من، عاشق وقتی که با معشوقش واخوری داده باشد حتی ساعت 3 شب باشد انتظار میکشد، خوابش نمیبرد. بنابر عاشقان الهی، عاشقان جنت هم خوابشان نمیبرد. حضرت مولوی میگه که من از حضور بستر و بالین گذشتم، پایم دراز و نیست به شبها من از حضور بستر و بالین گذشتم. این عاشق میگه خدایا من ده دیگر بالشت و من ده کرپه دیگر در کار نیست راحتوش، من از حضور بستر و بالین گذشتم، پایم دراز و نیست به شبها. این از حیبت تو، از محبت تو خدایا من پام دراز کردن ده به خود آداب نمیبینم. این از عاشقان الهی. بنابر حقیقی عاشق خدا و خوابش نمیبرد. خوب عزیزان من میدانم شما خسته میشه کار میکنی، اما هر حال باشد خیز نماز بامداد صدقانه با جماعت، بعد از او با میتوانید شما که به دم گیرید تا وقتی کاره، اما کار کنید که نماز بامداد از شما فوت نشود. برای که نماز شب عزیزان من لذت دیگر دارد. باور کنید قرآن پروردگار به حبیبش میگه این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. حبیبی من نماز شب، آه و ناله شب برای تو بهترین حالت است. و حالت است که تشویش نیست، حالت است که پریشانی نیست، نبر این بهترین حالت است برای تو. این لحظه ها را تو غنیمت دار. کسانی که میخواهند نماز تهجد خوانند شاید از ما سوال کنند که چند رکعت خوانیم، کی خوانیم؟ نماز تهجد وقت معین ندارد. بنابر شما میتونه بعد از نماز خفتن وتر که خوانده 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت خوانه به نیت تهجد، اگر خوف بیدار شدن نباشد. این خود تهجد حساب است.
اگر رفت تو امیدی باوری بیدار شدن داشته باشد که می خواب روید، خواه 1 ساعت و خواه 2 ساعت، بعد از آن که بیدار شده بخیزید خوانید. چند رکعتی میخوانید؟ رسول اکرم فرمود علیکم بقیام اللیل ولو رکعتا، 1 رکعت هم باشد نمازی دیل شب قیام اللیل حساب است. بنابر رسول اکرم 8 خواندن، 10 خواندن، 12 خواندن، 13 خواندن. شما اختیار دارید کدامش همت کنید. خواه 4 میخوانید، دیرتر خیزه 4 خانه، بر وقتر خیزه 8 خانه، از او بر وقتر خیزه 12 خانه. این نماز است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندند. در نماز تهجد کدام نمازی که کدام سوره که خوانده می شود عزیزان من، برای این از رسول اکرم یگان سوره معین آمدگی نیست. اگرچه اهل تصوف خدا رحمتشان کند از پیش خود برای این سوره ها معین کردیند. 8 بار سوره قل هو الله را خوانه در رکعت دوم، در رکعت دوم 7 بار خوانه، باز در شفع سوم 6 بار و 5 بار خوانه. این اهل تصوف گفتند در بعضی کتاب ها خوب خواندن ضرر ندارد، خوب است. این کدامه که یاسین میدانید هر رکعت 1 مبین از یاسین خوانید، و الا همش هم که به همین سوره والعصر قل هو الله تمام کنید میشود. وقتی که دیگر سوره نمیدانید. هر حال عزیزان من نماز شب خواندن شب بکنید، زیرا که این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید علیکم بقیام اللیل فانه دعب الصالحین قبلکم. نماز شب شما وظیفه کنه که این عادتی بندگان صالح پیش از شماست، این عادت پیغمبراست، این عادت اولیاهاست، این وظیفه علماهاست. فانه مقربة الی ربکم، نماز شب شما را به خدا نزدیک میکند. و مغفرة للسیئات، نماز شب گناههای شما را میگذرد. و منهاة عن الاسم، نماز شب شما را از گناه من میکند. باور کنید کسی نماز شب داشته باشد وای روزانه گناه نمیکند. حتی در مشکات یک حدیث هم هست، یک جوان مانند جوانای امروزی ما بارین نماز تهجد داشت، همراه رسول اکرم در مسجد نماز میخواند، لیکن گاه با دستش قلب بود دزدی میکرد. البته دست نخورده بود، اگر دست میخورد وای دستی کلته میکرد اسلام. کسی از صحابه گفت یا رسول الله فلانی رو ببین نماز شب میخواند، تهجد میخوانه، لیکن با روزا کم کم دزدی میکنه. حضرت چی گفتن؟ تبسم کردن، گفتن همین نماز شب او را روز از این دزدیش باز میداره، گفتن او را آزار نسید. آخر هم تو شد. آره نماز وقتی که محبتش در دل پیدا شد، در نماز حضور دل با پروردگار رازش یک لذت در دل پیدا شد، او خود صاحبش به از معصیت باز می‌دارد. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. بنابر همین خواه 2 رکعت میخوانه، خواه 4 میخوانه، خواه 6 میخوانه، خواه 8 میخوانه، اختیار شماست. این همت شما وابسته است. به هر حال عزیزان من خوانه. و الا اگر این دم قدرت نداره کار کنه که از صبح پیشترک بیدار شوید. بنده مومن عاشق پروردگار در شرم است که پیش از صبح نخیزد. باور کنید من سحریا در قزاقستان بودم، ساعت 5 میخستم، اون وقت ساعت 8 وقتی نماز میشد. ساعت قزاقستان 5 یا 4 ما میشد. من میخستم زنهای خواه روس بودن، خواه قزاق کار درست ایستادن ساعت 5. اما قشلاق مسلمان ها رو بینید از ساعت 5 همه خواب هست. وای برای کار از وظیفم پیش نکنن، گفته ساعت 5 کار میره قسمه. حالا دخترای تا مسلمان ما رو بینه اگر تکستیل کار کنن ساعت 6 میستا، ساعت 5 میبرن در اصنافه راستا میستن برای اتوبوس نمونیم از کارخانه نمونیم. اما بندگان خدا برای نماز مسجد نمیروند. بندگان خدا برای نماز که واخوری با پروردگارشان از خواب نمیخیزند. الله ببینید چگونه مسلمان ها همت اسلامیشان کم شد. همین دنیا میخوریم با همه
هستیمان حرکت میکنیم اما غم آخرت نداریم. اگر آواز شود رئیس جمهور میبیاد تمام حاکما با پا میخیزن خواب نمیرن نه شب و نه روز. اما پروردگار هر شب به ما تجلی میکند، بنده نیست که از خواب خیزد پیشترم. اوه الله، اکنون کسانی که شب خیسته نمیتوانند رسول اکرم که این برای امت غمخوار هستند باز یک آسانی هم دادند. حضرت ثوبان میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ان هذا السحر جهد ثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فان قام من الليل والا كانتا له، رواه الدارمی. آره شبخیزی گفتم مشکل است، شبخیزی دشوار است، شبخیزی این کار هر کس نیست، برای هر کسی میسر هم نمی شود. وقتی که شما گفتن نماز ویتر تا نمی خانه، بعد از ویتر 2 رکعت نفل خانه در مسجد در خانه تا خانه به نیت تهجد به نیت قیام لیل خانه نفل گفته نیت کنه. اگر شب خیزه گفتن پیشترک از صبح چی خوب باز تهجد تا نمی خانه، و الا اگر رفت و خواب تان برد و از آن بیدار شده همین 2 رکعت خواندگی شما ثواب قیام لیل دارد. عزیزان ببینید چی مکافاتی، چی پیغمبر مهربان داریم. او دانستن که اکثر امتش تنپرور است، اکثر امتش خوابالوست، اکثر امتش غفلت زده است. بنابراین حضرت عبدالله ابن عمر جوان بودن، 14 بودن، نه این که 40 و 50 و 60. حالا موسفیدای 60 سالی ما تهجد نمیکنن. حالا اکثر مسلمان ها 60 رفتین سجده نکردین زمینه. باور کنید 14 بودن. حضرت یک خواب دیدن، خوابشان آمده با اپشان گفتن حضرت حفص مادر ما خواب همین بود. بگه خواب دیدن عرصات قیامت شد، 2 ملائکی هیبتناک از 2 کتف من برداشتن و به سوی دوزخ می بردن. این حدیث بخاری هم هست. از پیش یک ملائکی دیگر برآمد و گفت نترس، تو برای دوزخ نیستی. از دست او 2 ملائکی عذاب من خلاص کرد. بیدار شدم در حالی که بدن من لرزا فرا گرفته بود. از افهم خواهش کردم که از رسول خدا پرسه که تعبیر خواب من چیست. رسول اکرم وقتی که تعبیر خواب او را بیان کردن چی گفتن؟ نعم الرجل عبدالله لو کان یصلی من الليل. عبدالله گفتن چی جوان خوب است اگر گفتن اون نماز شب به خودش وظیفه کند. یعنی اگر اون نماز شب به خودش وظیفه کند این جوان خوب است گفتن و یه دوزخ نمی سوزاند. حضرت عبدالله از همون 14 سالگیشان به خودشان نماز شب وظیفه کردن تا مردنشان دیگه ترک نکردن. از نافع شاگردشان هم میشد، مولاشان هم میشد، شبهای دراز بود حضرت خواب نمی رفتن، چشماشان آخر عاجز شده بود. میگفتن نافع ببین صبح دمید، نه یا استاد صبح ندیم. حضرت با نماز مشغول میشدن، با ساعت میگفتن با میگفتن برا بین صبح دمید. وقتی که میگفتن آره صبح دمید حضرت با نماز بس میکردن و به استغفار پروردگار مشغول میشدن. این است حال صحابای رسول اکرم. جوانشان مانند شیخای پیرای امروزی ما، شاید هزارها از پیرای امروزی منها بالا بودند. بنابر تورات صحابهای رسول اکرم چی صفت میکنند در تورات؟ رهبان باللیل و سیوف و لیوس بالنهار. اونها مانندی شیر در روزها با مقابل دشمنان خدا جنگ میکردن خسته ناشده، مانند که امروز برادرای عراقی ما مقابل تنکه های دهشتناک امریکا جنگ دارند، نمیترسند. اما شبها با خواب نداشتند، شبها با عبادت میکردند. شبها در مسجد
مانند راهبا بودند، یک پاها دو پای ایستاده عبادت میکرد، روز میشد با خسته نبودند، باز جهاد میکردند. این تو همت داشت، این تو ایمان داشت. الله پروردگار جوانای ما را همت شبخیزی و محبت عبادت در دلاشان پیدا گردان. عزیزان من باور کنید این جسدهای ما که امروز ما اونها را اینقدر تربیه میکنیم آخر خوراک کرم هاست. حضرت مولوی میگه چرا تن پروری ای لقمه گور که تن فربه کنی بر خوردنی مور. ما این تنه برای چی فربه میکنیم؟ برای خانی کرمای گور. بخاطر که برای کرمای گور ما اینقدر تنی خدا تربیت کنیم و برای وی راحت آماده کنیم. چرا تن پروری ای لقمه گور که تن فربه کنی بر خوردنی مور. یاد کن از لحدی تار و شبی تاریک خیز. این چی گفت؟ یاد کن از لحدی تار و شبی تاریک خیز، ناله کن تا روشنی گوری تو افزون شود. حضرت لقمان حکایه میکنن در اول غلام یک بای بود، یک ثروتمند بود. حضرت لقمان در ایام غلامیش هم خواب نداشت، همیشه با یاد پروردگار بود، در ناله پروردگار بود، خواب نداشت. شبها گاه میدید صبح دمیدی ایستاده است، مولاش خواب است، خوجهش خواب است، خوجه اینش دلش میسوخت. بارها سری بالین مولا میرفت. حضرت مولا هم حکایه میکنه شب آمد سری بالین مولا، بگفت ای مرد غافل خیز از جا که بر عابد بهشت آماده رضوان و غافل آتشی پر نار سوزان. آخه گفت صبح دمی پروردگار برای بندگان نمازخوان جنت آماده کرده است با همه زیبایی ها، برای تو باری غفلت زده ها، برای به نمازایی که امروز ما داریم 90% جامعه ما را در بر گرفته است، برای آنها دوزخ آماده کرده است. بهشت خواهان چنین بیغم نخواهند، بهشت خواهان چنین بیغم نخوابند، گدایش از تضرعها بیابند. تو جنت طلبی تو بے پروا خواب نکن که لااقل 2 رکعت نماز بامداد تخوان. شبی دیگر بیامد باز لقمان، بگفت ای خواجه طاعت کن به صبحان. باز شبی دیگرش هم با آمد، گفت که ای مولا گفت خیز پروردگار دریای رحمت در جوش از خیلی 2 رکعت نماز خوان، ناله کن خدا شاید گناه تگذر. رفیقان رفت آمد با تو نوبت، رفیقان رفت آمد با تو نوبت، زجایت خیز رو آور به طاعت. نماز خوان مانند امروز حاکمای ما بارین که میگویند گرد در دل از دل پاکیزه باشد شد. اون بچه گفت همون خوجه اینی حضرت لقمان بچه گفت بگفت رو ای غلام ایزید رحیم است، بگفت رو ای غلام ایزید رحیم است، برای بینوایانش کریم است. خدای مهربان داریم، بخشنده داریم، همین محتاج نماز منای دلم پاکیزه باشد شد. حضرت لقمان بچه گفتن بگفت لقمان اگر ارزم بکاری به فردا، هیچ گندم بر نداری. امروز ارزم کاری فقط گندم میگیری. حالا در زمین اگر جگاری کاری فقط در وقتی پختن گندم میگیری یا پخته میگیری؟ چی میگیری؟ همون دانی شناندگی تو میگیری؟ بدبخت نماز که نخوانی جنت بے صاحبه برای تو یک بار الله نگویی جنت برای تو بے صاحبه است.
سر خدا بوده عرق نخور، عرق نوشی جنت برای تو به صاحبه، یا خدا از تو قصدار است. یعنی این خطاب من برای بینمازا دارم، از آن به شما نه. بگفت لقمان اگر ارزم بکاری، به فردا هیچ گندم بر نداری. زراعتگاه دنیا جای کشته است، عبادت قیمتی باقی بیشتر است. این دنیا را خدا برای زراعتگاه آماده کرده است. حضرت حسن بصری گاها گریه میکرد از حال بعض بینمازا، میگفت عجبت لاقوام امروا بالزاد و نودوا بالرحیل و هم یلعبون. من تعجب میکنم از حال بندگانی که خدا اونها را برای توشه آماده کردن در این دنیا آفریده است، اونها باشند به بازی عمرشان گذرانده شدند. زراعتگاه دنیا جای کشته است، عبادت قیمتی باقی بیشتر است. رحیم است ولی قهار هم هست، رحیم است ولی قهار هم هست. کریم است از غضب جبار هم هست. آره خدا رحیم است، خدا مهربان است، اما با قهار هم هست. معنای قهار همی که میشی کند بندی سرکش شد. سرکشانی که همه کردن دعوای منی، دیدمش در ملک خاموش آنچه مشتی خواب. رحیم است ولی قهار هم هست، کریم است از غضب جبار هم هست. امیدی رحمتش آرنده باشی، زی وهمش هم مگر ترسنده باشی. بنابر عزیزان منم با یک حدیثی رسول اکرم صحبت امروزی خود به پایان میرسانم. این صحبت من وابسته بسیارتر به مادرها هست. پیغمبر خدا میگویند هر وقتا که مرد از خواب بیدار شود، از سبب آنکه وقت گذشته بود لفظ عربی شده میبیارم، از خواب بیدار شده رفته طهارت کند بیاد، بعد از خواندن نماز تهجد همسر خود خانم خود از خواب بیدار کند برای خاطر نماز. اگر همسرش بیدار نشود یک پنجه آب بگیرد و در رخساری او شپد با سلقینی آب خیزد. خدا این تو مرد رحمت کند. یا خدا رحمت کند مادر را، خواهر را، خانم را که شب میخیزد برای نماز، بعد از طهارت کرده آمدن شوهرش بیدار میکند خیر نماز بامداد شده. اگر نخیزد یک پنجه آب در روش میزند برای که هوشیار شود. خدا این تو خواهرم، این تو خانمم، رسول اکرم گفتند رحمت کند. خواهرای عزیز، مادرایی که صدای من میشنوی، شما سحر یکا خیزی شوهراتان، بچه هاتان، دختراتان برای نماز بیمداد کنی بنای نماز بامداد. انشاءالله شما این مکافات پیغمبر خدا دو با نصیب هستید. پیغمبر خدا میگه اذا ایقظ الرجل اهله و صلی رکعتین، وقتی که مرد همراه همسر شب خیزد من اللیل و 2 رکعت نماز خوانند، کتب من الذاکرین و الذاکرات، رواه مسلم. پروردگار این دو مرد و زن از جمله بندگانش قرار میدهد که گویا همیشه با یاد خدا بودند. خوشا به حال شما خواهرای عزیز، مادرایی که در نماز بامداد شوهراتان بچه هاتان بیدار میکنید. نکنید که خداتان خواب غفلت دروید، فردا پشیمان میشوید، فایده تان ندارد. الان فرصت داره مادرای عزیز، شما خیزه، شما در خانه هستی میتوانید شبخیز باشید، شوهراتان برای نماز بیدار کنید. خدا همتون نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا به حرمت این لحظه های نزول رحمت، به حرمت این لحظه های اجابت دعا است و عاجزانه دعا میکنم که در دل ما محبتی نماز شب، محبتی بیدار خوابی را در دل شب پیدا گردان.
خدایا به ما توفیق ده که خصوصا در این شبهای کوتاه برای خاطر تو از خواب ناز و از کرفه گرمی خود خیزیم و عبادت فطر کنیم. پروردگارا به حرمتی دست برداشتی بندگان شب زنده دارو، به حرمتی عاشقانی که در دل شب تو رو یاد میکنن و عشق میریزند، خدایا به حرمت دعای اونها، به حرمت ناله های زار اونها دین مقدس اسلام در روی عالم غالب گردان. خدایا این جنگ خان و منصوده که امروزها جوانان و طفلکان قرصال و پاره کرد استادیان، خدایا این جنگ خاموش گردان آتش شد. خدایا این امریکایی ها رو توفیق ده که از زمین عراق براین به وطن خودشان تحت شوند روان. خدایا برادران مسلمان مستضعف ما را چی در ایران و چی در عراق و چی در فلسطین بالای دشمنانشان به غالب گردان. پروردگارا به فرزندار فرزند صالح نصیب گردان، به توفیقار توفیق بندگی عنایت فرما، به بیماران شفای کامل عاجل نصیب گردان. خدایا در این جمهوری ما فیض و برکات همیشگی نازل گردان. فقر و تنگدستی را خدایا از این جمهوری ما برداشته گردان. خدایا جمهوری ما را یکی از دولت‌های پیشقدم دنیا چه از جهت اقتصاد و چه از جهت پیشرفتی اخلاق عالی انسانی و چه از جهت پیروی قرآن در جای نمایان قرار ده. خدایا رئیس جمهور ما را طول صحت و عمر دراز توهم با توفیق بندگی و پیروی قرآن نصیب گردان. خدایا در دل تمام حاکمان دولت‌های اسلامی روحیه دین پروری، روحیه اسلامی را بیدار گردان. خدایا در بین اونها الفت و محبت پیدا گردان. پراکندگی اختلاف خدایا از بین ما مسلمان ها دور گردان. آمین یا رب العالمین. یک تعجیل من بود برای من، یک سوال تعجیلی چند برادر به ما روان کرده است. خواهشمندم داملای عزیز علاج باشد درباره 25 روز ختم کنی صنف 11 است که نزدیک آمدی استاد چند امر معروف میکرده. شاید به سبب ندای شما چند نفری هم باشد از گناه باز ایستاد. در حق ما دعا کنید. این برادر اسلامی از ما خواهش کرده است برای جوانانی که امروزها ختم میکنند مکتب‌های میانه را تا فرزندای ما و شما، پروردگار به اونها باز در آینده عمر دراز و باز در آینده تحصیلی میکردگیشان ده خدا برکت عطا فرماید که آینده برای جامعه ما، برای ملت ما، برای خلق ما این خدمت کنند. عالم های این نمایان شوند، انجینیر شوند، خیمیک شوند، فیزیک شوند. به هر حال آن چیزی که نصیحت کردنی هستم به اونها این است که خواهرای عزیز و جوانایی که روز 25 جشنی ختمانه تشکیل میکنید مانند سالهای گذشته بارین بسیار به حیایی به عفتی نکنید. اولش که این جشن نه از جانب حکومت سفارش داده شده است، نه از جانب اداره های حکومتداری، بلکه یک لحظه خرسندی است که خود شما تشکیل میکنید. خوب اگر ضرور باشد جوانا پسرا علاهده بزم تشکیل کنند و دخترا علاهده کنند. و الا اگر سال گذشته که من در کوچه های دوشنبه دیده بودم شب تا ساعت 2-3 دخترها با بچه های یک جایی میگردند، نوشابه می نوشند. اگر این رفتار باشد وای به حال پدر و مادرایی که دختراشان به این اجازت میدن. در سال گذشته را در جشنی ختم کنی اکثر دخترای تاجیک من دیدم با لباس اروپایی بودند، همشان با لباس اروپایی بودند. خواهرای عزیز اگر کدام شما ایمانی به خدا داره در آن محفل اشتراک کردن حرام است. پروردگار شما را برای اون محفل عذاب سخت روز قیامت میکند. خوب روزانه روی تا خرسندی کنید، دخترها با دخترها، بچه ها با بچه ها، معلمان را تبریک کنید، معلمات را سپاسگزاری کنید، رحمت گویید. و اما شب تا ساعت 12 شب یا اینکه کوچه ها رو برآمده رقص بازی کردن نکنید که این غضب خدا هست. این از اسلام نیست. این وبای، این مرض است که دشمنای اسلام بالای شما رو آوردی استادیان. این بیماری همون اروپایی است که در اونجا فضیلت مرد زن نمونده است، در اونجا زن قدر ندارد، در اونجا زن ناموس ندارد، حیا ندارد، عادت همون هاست. بنابر شما خواهرای عزیز این کار نکنید. پدرای عزیز می توانید
بچه دختراتان رو در این باب وزارت کنید و الا در پیشگاه خدا همت خجالت و شرمنده هستید. خدا همت نگه دارد و توفیق